تجربه ثابت کرده اول خوب نگات میکنن، بعد ازت ایراد میگیرن، خوشتون من ابروهامو، بعد چیکار میکنن؟ بعد ازت کاپی میکنن. مدل میبینید؟ ولی والا تجربه همیشه به من ثابت کرده. میبینید استایل ها؟ مردم دارن خودشونو میکشن که از من کاپی کنن. میبینید؟ یادتون نره از مغازه اروپا خرید کنید. او یادم رفت، الان ندارید. نه، کسی کنیه ما رو دستمون مونده عزیزان. کمتر ایراد بگیرید. مدل میبینید؟ تمام مغازه های فرانسوی به من ارده دادن، میگن خواهش میکنم برای ما طراحی کن. اما خب فکر نکنم که این همه تالنتو با شما تقسیم کنم. اول خوب نگاه میکنن، بعد ایراد میگیرن، بعد چیکار میکنن؟ کاپی میکنن. مامونده ها کاپی نکنید. میبینید؟ خودتونو بکشید برای این استایل. آره، مغازه اروپا یادتون نره این کیف نه، این که مال اروپا نیست. نه، این از اداره مستضعفین بهمون دادن. یادتون میاد؟ نه، خونه بابام آوردم. برید خجالت بکشید. کاپی نکنید یه وقت.